در مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 27 ناحیه سینای شهر دوشنبه جریان تعلیم و تربیت پیوسته زیر توجه مخصوص قرار دارد با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و مکمل گردانیدن دانش و ذکاوت خوانندگان در مؤسسه چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. امروز این مؤسسه یکی از مرکزهای مهم تعلیم و تربیت نسل نوراست به شمار رفته در آن 367 نفر خواننده و تحصیل فرا گرفته شده است که به آنها 23 نفر آموزگاران صاحب تخصص تعلیم و تربیت می‌دهند. مأموریت مؤسسه در همکاری با آموزگاران در روند تعلیم به دانش اندازی خوانندگان و هم به تربیت اخلاقی و اجتماعی آنان اهمیت جدی می‌دهند تا روش تعلیم و تدریس به طلبات زمان معاصر مطابق باشد. با این مقصد منتظم درس‌های گشاد و نمونوی برگزار می‌گردد که در آنها اصول‌های نوی تعلیم از جمله متدهای اینتراکتیوی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر مورد استفاده قرار داده می‌شود. خصوصا درس‌های فنی متماتیک با طرز جالب و فهم برگزار شده برای رشد تفکر منطقی و ذهنی خوانندگان مساعدت می‌نماید. آموزگاران در روند درس استفاده از اسباب‌های عیانی و تخته‌های الکترونی وسیع استفاده می‌برند تا که درس‌ها جالب‌تر و فهم‌تر گردد. توجه مخصوص به زینه صنف‌های ابتدایی روانه شده است زیرا محض در همین مرحله پایه‌های اساسی دانش و جهان بینی گذاشته می‌شود. هر یک آموزگار کوشش می‌نماید تا در سمت بالا بردن احساس خودشناسی و خودآگاهی ارجگذاری به مقدسات ملی و ذوق دانش آموزی خوانندگان سهم بارز گذارد. مورد به ذکر است که نقش تعلیم در زمان امروز خیلی بزرگ است. در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی و جهانی شوی تنها شخصان دانشمند و با معرفت می‌توانند موقع خود را در جامعه پیدا نمایند. از این رو بلند برداشتن صفت تعلیمی که از وظیفه‌های اساسی هر یک مؤسسه تعلیمی به حساب می‌رود. مؤسسه تحصیلات اساسی رقم 27 با چنین تشبس‌ها و فعالیت پرثمر در سمت تعلیم و تربیت می‌تواند برای دیگر مؤسسه‌ها نیز نمونه عبرت باشد. زیرا محض توسط تعلیم با صفت و تربیت درست می‌تواند نسل آینده ساز را به کمال رساند.